درود بر شما. من هیچ هستم، یک عنصر کاملا بی‌ارزش در این دنیای هستی، در این کهکشان، در این یونیورس، در این مجموعه‌ای که همه ما دنبال این هستیم که جایگاه خودمون رو پیدا بکنیم و در واقع خودی نشون بدیم. ولی هرچی که بر من میگذره متوجه میشم که من هیچ پوچ هستم. سعی میکنم در این چند برنامه اول در صدایی که در واقع ضبط میکنم بیشتر خودم رو توضیح بدم که چی هستم و به دنبال چی میگردم. یه سری واژه ها واقعا وجود داره که در طول این سالها خیلی من اذیت کرده. اون واژه ها و اون کلمات کلیدی که هر روز از دهن خیلی ما گفته میشه و شنیده میشه، کلماتی مثل موفقیت، پیشرفت، ارتقا پیدا کردن، رسیدن به یک نقطه ترقی، یا حتی کلماتی مثل زرنگ، کلماتی مثل حوصله، سر رفتن حوصله و خیلی خیلی مطالب دیگه. و در واقع بعد از حدود نیم قرن زندگی در این هستی به این نتیجه رسیدم که خیلی از چیزهایی که در واقع ما در بیرون دنبالش هستیم همشون در درون خود ما وجود داره. خیلی بحث و فلسفی یا عجیب و غریبش نمیخوام بکنم و به 3 قسمت خیلی ساده میخوام موضوع رو در واقع تقسیم بکنم. قسمت اول میشه فیزیک ما، میشه بدن ما، چیزی که پیچیده ترین و یکی از پیچیده ترین و مرموز ترین و عجیب ترین حقیقتی که وجود داره در این دنیا و این کهکشانی که حداقل حالا ما توش هستیم بدن ماست. اما در دنیای مدرن امروز خب کم ارزش ترین چیز در واقع شاید بدن ما باشه و خیلی بهش توجهی به اون شکل نمی کنیم و بیشتر دنبال وسایل و ابزارهایی می گردیم خارج از خودمون و همیشه می نالیم به خاطر چیزهایی که نداریم و چیزهایی که کم داریم. ماشین خوب داشته باشیم، موبایل خوب داشته باشیم، خونه خوب داشته باشیم، ماشین یا هر وسیله دیگه خوبی داشته باشیم. خب اولین چیزی که طبق این صحبت هایی که من دارم میکنم و هرچی که هی میریم جلو این سوال در ذهن شما به وجود میاد که اینم مثل یکی از اون شعارهایی که گفته میشه، چقدر ما میتونیم همه اینا رو در زندگی خودمون انجام بدیم و پیاده بکنیم و اون چیزیه که حداقل در واقع سعی کردم که در وارد زندگی روزمره و زندگی اصلی خودم بکنم. پس بنابراین قسمت اول میشه همون فیزیک خودمون که در واقع چجوری باید با این فیزیک بشناسیمش، چجوری این بدن رو باید بشناسیم و چجوری باش برخورد بکنیم و باش دوست باشیم و آشنا باشیم که حالا بیشتر در رابطه با این در این برنامه مقدمه توضیح میدم. قسمت دوم ذهن و حالا یا به عبارت دیگر اون چیز که در واقع دیده نمیشه، اون حالا اسمش میشه گفت تفکر، فکر، اندیشه، خیلی چیز
اسامی مختلف، چیزی که در واقع میشه گفت وجود شاید واقعی و حقیقی نداشته باشه، نتونیم بیاریمش به شکل یک جسمی نشونش بدیم ولی در واقع اون وجود داره و هر روز ما از زمانی که حتی تو خوابم که هستیم مثل یک در واقع ما نظاره‌گر اون در واقع برخوردهایی و اتفاقاتی که در طول روز برای ما پیش اومده رو به ما در واقع ذهن ما نشون خواهد داد. قسمت دوم پس اون ذهن و اون چیز در واقع حالا خیلی ها بهش میگن در واقع ماوراء طبیعیه، نمیدونم خیلی اسامی مختلف میشه گذاشت هست. و در واقع سومین آن چیزی که در خارج از من هست. وقتی که خب توی صحبتام وقتی من میکنم در واقع این برمیگرده به این که خود هر شخص هم میتونه خودش رو جای من بذاره و اون من رو در واقع بررسی کنه. از لحاظ من این فیزیک و این ذهن و در واقع هستی که خارج از ما هست که در واقع خود من هم قسمتی از این هستی هستم، خود شما هم قسمت هستی هست. یکی از تعاریفی که در واقع وقتی که میخوام الان شروع بکنم به توضیح دادنش، اولین چیزی که به ذهن شما میرسه که این بابا این هم داره شعار میده اینه که همه ما از یک هستی هستیم و در واقع وقتی که من خودم رو نسبت به شما برتر میدونم و بنا به هر دلیلی جایگاه، زیبایی، مقام، هر چیز دیگه ای رو در واقع انگار یک هستی رو برای یک هستی دیگه دارین در واقع ارزش بهش میدین که باز من سعی میکنم و میخوام که شما هم سعی بکنید که همه اینا رو یکی ببینید. در واقع هیچ فرق نمیکنه وقتی که یک شخصی، یک آدمی یکی رو میکشه، همون مقتول و همون قاتل جزئی از هستیه و قسمتی از ماست که از ما درست شده. خب حالا این یعنی چی؟ چرا مثلا آره خب اینی که میدونیم همه ما از همدیگه درست شدیم، ولی آیا واقعا بین من و اون هیچ فرقی نیست؟ آیا نباید فرقی باشه؟ این اون چیزاییه که در واقع من دنبالش هستم. و یا به عبارت بهتر اگر بخوام یک مقدار موشکافانه به موضوع نگاه کنم، میخوام برگردم به تنظیمات کارخونه خودم و از شما هم میخوام که برگردید به تنظیمات کارخونه خودتون که ببینید واقعا ما از هر شخصی از چی تشکیل شده، چی فکر میکنه و به کجا میخواد بره. خب یکی از اون چیزایی که همیشه برای من واقعا علامت سوال بوده، حالا قبل از اینکه بخوام این مطلب اولی رو بگم علامت سوال بوده، سعی میکنم تو این مجموعه های اول که حالا مقدمه باشه یه سری مفاهیم و یه سری مطالب رو بیشتر در واقع بازشون بکنم و اگر احساس میکنین یه سری مطالب این بر اون بر میپره، خب علتش به خاطر اینه. و دوباره دارم میگم که من یک هیچی هستم، پوچی هستم، یک خش و خاصاکی هستم که در این هستی هستم. هیچ ادعا و چیزی ندارم. اشتباه میکنم تا دلتون بخواد، غلط میگم تا دلتون بخواد،
املا غلط می نویسم تا دلتون بخواد. هیچ ادعایی رو هیچی ندارم روی هیچ موضوع. بنابراین اینجا در واقع من نیومدم که به شما چیزی یاد بدم، من نیومدم که حقایقی رو به شما بگم. چیزی که اینجا وجود داره آگاهی این هستیه. یعنی در واقع اتفاقی که افتاده، هستی داره با خودش در واقع صحبت میکنه و داره خودش رو تحلیل میکنه و بنابراین اون تنظیمات کارخونی و اون چیزی که در واقع در حال حاضر در من وجود داره باید بگردم و پیداش بکنم. من هم مثل همه شما همه چی رو خیلی سریع و با سرعت بسیار زیاد پشت سر گذاشتم. اول دوران بچگی، بعد دوران دبیرستان، بعد دوران حالا قبلش بخوام بگم تحصیل و بعد دبستان، راهنمایی، دبیرستان و بعد سریع وارد دانشگاه شدن و بعد ازدواج کردن، کار پیدا کردن، بچه دار شدن. خب ببینین تمامی ما توی اون برهه از زندگی همه اینا رو انگار که یک لیستی دست ما داده بودن و باید دونه بدونه اینا رو انجام میدادیم و به جلو میرفتیم. همه ما این کاری کردیم. اما خیلی مواقع این فکر و اینکه علت اینکه این چرا این کار رو کردیم در واقع نبوده. شاید هم به یه عبارت دیگه خوب بوده، چون اگر فکر میکردیم خیلی از این کارا رو انجام نمیدادیم. کاملا هم همینطوره. ولی در نهایت بحث اصلی من در اینه که چجوری میشه یه زمانی، یه جایی، یه روزی بشینیم به اندازه 5 دقیقه، 10 دقیقه، نیم ساعت به تمام گذشته و به تمام اتفاقاتی که در گذشته برای خود من، برای خود شما افتاده و خود شما اینو بررسی و تحلیل بکنیم. مهمترین چیزی که در واقع وجود داره و من اکثرا به افراد میگم و عمدتاً انجام شاید ندارن اینه که معمولا کسایی که حالا مشکلی دارن یا آشفتگی دارن یا به هم ریختگی دارن یا به حال سر کلاف از دستشون در رفته، وقتی من بهشون میگم که اولین کاری که شما بهتری که بکنید اینه که یه قلم و کاغذ وردارید و شروع کنید به نوشتن تمامی مطالب. خب به طب همه اینا اولش همینو میگن، اما هیچ کدومشون حتی بارها و بارها و بارها و بارها به تمامی این افراد رجوع کردن ولی هیچ کدومشون این کارو نکردن. احتیاج نداره که یه کار بسیار بسیار سنگینی انجام بدین که بعد از توانش بر نیاره. مثلا بیاین روی چه میدونم فایل ورد یا فایل اکسل یا رو آیفون یا رو آیپد یا رو لپتاپ بکنین، یا برین مثلا چه میدونم یه دفتر یا یه مجموعه خیلی شیک و مرتب درست بکنین. نه، چون هر کدوم از اینا که انجام میدین بعد برای ادامه دادنش وقت کم میاد، درگیر میشیم و دیگه انجام نمیدیم. چیزی که در واقع خیلی ساده است اگر دوست دارید دنبال بکنید اینه که یه تیکه کاغذ، این کاغذ تو خیابون هم میتونیم پیدا کنیم، با یه تیکه خودکار بذارین جلوتون و تمامی مواردی که حالا روی هر موضوعی که حالا میخوایم بریم جلو و روش بحث بکنیم داره یادداشت بکنیم که بعد بیایم روش بحث بکنیم. و اول و مهمترین مطلبی که در واقع اینجا وجود داره اینه که فیزیک من، ذهن من و هستی و هر آنچه که خارج از من هست، این 3 مقوله هست که دوست دارم یادداشتش بکنیم و بعد در موردش بیشتر بنویسیم و بگیم.
خب برگردیم به اصل در واقع موضوع و باز دوباره میگم که واقعا هیچ کدوم از این مطالبی که من دارم میگم بر اساس حالا یک بحث روانشناسی فلسفی یا مقاله یا هیچ چیزی وجود نداره. دوباره عرض میکنم من هیچم و هیچ کوچکترین تیکه این جهان هستی که حالا برمیگردیم که من از کجا اومدم و چجوری در واقع وارد شدم و این هم خودش بحث بسیار مهمه که یه برنامه خیلی خاص روی این حتما خواهم گذاشت. از طرف دیگه هم توی این جا سعی میکنم که تا اونجایی که میتونم ادب و بیان رو به شکل خیلی مؤدبانه بگم، چون فرض رو بر این میذارم کسانی که الان نشستن و دارن به من نگاه میکنن یا گوش میدن تمام فامیلای من، پدر، مادر، خواهر، برادر، نزدیکان، دوست، آشنا، همه دارن گوش میدن، از توشون بچه هست تا آدم پیر و مسن. بنابراین تا اونجایی که سعی میکنم که خیلی در واقع بیادبی به مجموعه و قسمت به یا چیز خاصی در واقع نشه. از طرف دیگه هم در رابطه با خب از اونجایی که من دارم فارسی صحبت میکنم و ایرانی هستم، همه ما ایرانی ها یه بحث سیاسی در درونمون وجود داره، اینکه کجایی هستیم، رو چه طرز فکری هستیم و تا اونجایی که من بتونم سعی میکنم وارد بحث سیاست، حالا سیاست که میگم به حال سیاست هم جزئی از هستیه، ولی جبهه‌گیری خاصی نکنم، به تمامی در واقع مذاهب احترام میذارم و حالا یه بحث خیلی کلی در رابطه با مذهب میگم که از نظر من مذهب به چه معنیه، ولی یه سری واژه هم هست که سعی میکنم در واقع روشون بیشتر کار کنم، مثل در واقع واژه خدا، واژه پیامبر، واژه قرآن، مسیح و یا خیلی چیزهای دیگه که در مذهب وجود داره. بهشون به تک تکشون در واقع احترام میذارم، چون علتی که وجود داره چه درست، چه غلط، چه صحیح، چه نادرست یا هر چیز دیگه‌ای، به حال یه عده بسیار کثیری در هر مورد وجود دارن که دارن دنبال میکنن و بهش احترام میذارن. من سعی میکنم توی در واقع برنامه ها و صدایی که میذارم نیم ساعت در واقع باشه و توی این نیم ساعت در یک هفته کل مطالبی که میخوام در واقع بیان بکنم. از طرف دیگه هم برگردیم به اون داستان مذهب. آره، بنابراین اگر احساس میکنین توی بحثی یه موضوعی یه مطلبی رو عنوان میکنم، شاید واقعا میگم گرایش خاصی وجود نداره و بیشتر دوست دارم خود شما فکر بکنید و بیاندیشید که علت اینا چی بوده. مثلا به عنوان مثال اگر بخوام بگم، مثلا گوش دادن به قرآن. خب شما به موسیقی پاپ گوش میدید، من خودم خیلی موسیقی مختلف گوش میدم، شاید موسیقی کلاسیک گوش بدین، موسیقی در واقع مدیتیشن یا آرام بخش گوش بدین یا هر چیز دیگه ای. یکم شاید دوست داشته باشه قرآن گوش بدین، مثلا بعضی از ساعت‌ها در روز یا هفته یا ماه شاید من
مثلا چند دقیقه قرآن گوش بدم. حالا دوباره میگم این هیچ دلیلی بر گرایش مذهبی یا این یک در واقع آوای یک کلام موزونیه که با اون صدا و اون لحن و اون تلاوت در واقع گفته میشه و به گوش و روح شما اگر در واقع آرامش خواهد داد میتونید گوش بدید. یعنی نظر من در واقع روی این موضوع به این شکله. از طرف دیگه هم خب حالا میبینید خیلی مطالب بالا پایین در واقع این ور و اون ور هست. من سعی میکنم تمامی این برنامه و صداهایی که در واقع ضبط میکنم همشون فی البدایه باشه و هیچ برنامه و یا پلن خاصی روش نداشته باشم. توی این چند تای اولیه حداقل سعی میکنم بیشتر به معرفی و بیان مطالب راست کنم. شاید خیلی از این قسمت به اون قسمت پرش وجود داره، خلاص عذرخواهی میکنم تا اینکه اون کل لب مطلب تو ذهن شما جا بیفته. یه چیزی که خیلی وجود داره، بارها شنیدین که شما یه کسی که یه سوالی از یکی میکنی میگه من اینو بلدم ولی نمیتونم توضیح بدم. خب این برای من خیلی سوال بود. آخه چجوری میشه یه کسی یه چیزی رو بدونه و نتونه توضیح بده؟ بعد که خیلی خوب و عمیق به این برخورد کردم و برای خود من پیش اومد این بود که متوجه شدم یه سری مطالب هست من اینا رو یه قسمت‌هایشو میدونم، یه قسمت‌هایش هنوز برام نامفهوم و به خاطر اون قسمت‌هایی که هنوز نامفهومه و درست نمیتونم توضیح بدم اون مطالبی رو هم که میدونم همشو میبرم زیر سوال و این کلمه رو میگم اینو بلدم ولی نمیتونم توضیح بدم. اما مطالبی که 100% بهش احاطه دارم خیلی قشنگ و شیوا میتونم بگم و در واقع الگوی من به این شکله. میگم اگر یه مطلبی رو شما بتونید برای یه بچه 5 ساله و یک پیرزن یا پیرمرد 85 ساله یا 95 ساله جوری توضیح بدین که این دو قشر بفهمن، همه اقشار دیگه میفهمن. خب خیلی جالبه که من حالا سر کار تو زمینه آیتی کار میکنم. بعد بعضی وقتا خب شما داکیومنت درست میکنین، یه مطلبی درست میکنین، بعد میخواین این یه طرز کار یا یک روش اینستراکشن یا یک راه حلی برای انجام یک کاریه. معمولا من همیشه وقتی که اینو درست میکردم میگشتم توی مجموعمون مسن‌ترین شخصی که تو گروه وجود داشت میگفتم اول اون اینو بخونه. اگه اون متوجه میشد و اون میتونست انجام بده بنابراین همه میتونستن انجام بدن. یا مثلا تو بعضی وقتا اونایی که حالا به حال خارج از کشور زندگی میکنن تو حالا اگه توی سی زبان باشن و تو گروهشون یا آدمایی باشن که حالا به زبان دوم هستن، مثلا طرف مالزی، نمیدونم چینیه، کره‌ای، زبان اصلیش زبان انگلیسی نیست. خب بنابراین بر حسب اون سن و اینکه این کی شروع کرده این دچار مشکل دیگه. بنابراین وقتی که اون مطلبی که شما درست میکنین هم سنش بالا باشه و هم اون سختی زبان رو داشته باشه اون بتونه بفهمه، خب همه فهمیدن. بنابراین من سعی میکنم تمامی این مطالب رو که میخوام باز بکنم به این شکل در واقع باز بکنم که در واقع برای یه بچه 5 ساله و یا پیرمرد 95 ساله کاملا قابل هضم باشه. و اگه این دو قشر نخوان بدونن مسلما گروه های دیگه هم نخوان فهمید. خیلی مواقع هم هست شما داری خوب توضیح میدی ولی اون شخص اصلا خاموش کرده و میگه اصلا من دوست ندارم گوش بدم. این مطلب خیلی ساده است. بعد تو متوجه میشی که خب این اصلا دوست نداره، یعنی خاموش کرده و تو اون مود خاصش نیست، ربطی به در واقع توضیح شما نداره. خب این فهم این بسیار مهمه. بله، پس بنابراین من سعی میکنم توی این
توضیح مباحث و مواردی رو که در واقع میارم، این موضوع رو حتما در واقع در نظر بگیرم. پیرمرد یا پیرزن 95 ساله و بچه 5 ساله. در رابطه با مذهب و گرایشات مذهبی گفتیم فعلا خیلی باش کار نداریم. یه سری مفاهیم و موارد هست که یواش یواش وقتی هرچی که بریم جلو من توضیح میدم. در رابطه با بدن، چجوری برخورد کردن با بدن، حالا یه بازی مثال کوچیکی بزنم. حالا قبل از اینکه اینو بخوام بگم، مطلب دیگه که میخوام بگم اینه که سعی میکنم مطالبی رو که حالا توی برنامه ها میخوام بگم با داستان، به شکل داستانی بگم، چون عمدتاً وقتی یه موضوعی به شکل داستان گفته میشه خیلی شیرینه برای اون شخص و خیلی، مثلا الان این حدود نزدیک الان 26 دقیقه من حرف زدم. خب مسلماً به خاطر اینکه همش از این ور اون ور پریدم شما گیج و خسته و اذیت شدیم، ولی وقتی که به شکل یک داستان در واقع گفته بشه این خیلی در واقع راحت تر به یاد میمونه و تا اونجایی که من بتونم سعی میکنم موارد خاص رو به شکل داستانی در واقع توضیح بدم و بیان بکنم. و باید دوباره اینو من چندین باره تکرار میکنم که نه اطلاعات خاصی دارم نه چیز خاصی بلدم، هیچی، صفر صفر صفر، و دوست دارم که شما هم صفر 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 هیچ پوچ باشید. اگه دنبال پیشرفت و موفقیت و رسیدن به پله های پشت سر گذاشتن پله های ترقی که پس از دیگری باشید، مسلماً این راهی نیست که در واقع شما میرید. که اگر بخوام خیلی قشنگتر بیان بکنم، این همیشه هنوز پارادوکس و یا مطلبی هست که برای من حل نشده، که چجور میشه که شما وقتی که انتهای خط در واقع مرگ باشه، شما هنوز با سرعت و شتاب بسیار زیاد بخواید به انتهای خط برسین و مسابقه رو به اتمام برسونید. این برای من قابل درک نیست. یعنی چی؟ یعنی که چجوری میشه که ما با این سرعت و شتاب میخوایم خودمون رو به اون قله برسونیم وقتی که میدونیم پایان همه چیز مرگه. خب تو این صحبت‌های من شاید بحث به این پیش بیاد خب پس چی کار کنیم؟ بشینیم هیچ کاری نکنیم، مثلا همینجوری بشینیم تا مثلا بمیریم یا خیلی چیزا دیگه. پس بنابراین میبینین اون مفاهیم وقتی که میخوایم باشون در واقع کلنجار بریم خیلی موارد پیش میاد که اینا واقعا احتیاج به تفکر عمیق و بحث و شکافتن و تیکه تیکه کردن داره و به خاطر همین است که در واقع من کمک خاصی نمیتونم بکنم. من در واقع این دارم تو این برنامه، تو این صدایی که به گوش شما میرسه، خود شما رو به خود شما در واقع معرفی بکنم، آشنا بکنم، آشتی بدم که ولو این که کی هستین، چی هستین، کجا هستین و چه کار میکنین، بدون هیچ پیشینه و گذشته و آینده و هر چیز دیگه که وجود داره، یه ترمز دستی رو محکم بکشید بالا، بایستید چند لحظه تو هر جایی که هستید و دوباره نگاه بکنید، یک بار دیگه نگاه بکنید که در واقع چی هستید، کجا هستید و به کدام سو میخواید برید و بعد اشکال نداره دوباره به راه خودتون ادامه بدید و برید. خیلی ممنون و متشکرم که صدای منو گوش کردید.
تا برنامه آینده، بدرود.